اگه رشت رو فقط به بارون و میدان شهرداری و بازار میشناسی، این دفعه قراره یک خونه قدیمی و معمارانه رو بهتون معرفی کنم. توی این کوچه خونه ابریشمی رشته، یکی از خونه‌های قاجاری که کمتر دیده شده. این خونه متعلق به یکی از تجار ابریشم گیلان بوده و معماریش ترکیبی از سبک بومی گیلانی و تأثیرات معماری قجریه. که قدمت 150 ساله داره. البته تصویربرداری اینجا ممنوعه، یه جاهایی رو که میتونم بهتون نشون میدم. متاسفانه اینجا امکان بازدید عمومی نداره، مرمت نشده، ولی خب من تا جایی که میشد فیلم‌ها رو گرفتم و میذارم. ساختمون اینجا 2 طبقه است با سقف شیروانی بلند و سفالپوش، تراس‌های چوبی که توی یک فضای سرسبز قرار گرفته. اون کیفدتی دیما رنگ امید و بیما خانه تیفندلیما کیسه 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 اون کی دیهتی جانا مستی بهارانا لسی خمارانا کیسه 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 این رنگ آبی که در اینجا هم به کار رفته توی معماری سنتی ایران زیاد دیده میشد. آینه کاریایی هم که داخل این فضا انجام شده باعث شده که اینجا رو خیلی خاص و چشم نواز کنه. گیرم بزنیتم دانم خانم اون کیفدتی دیما رنگ امید و بیما خانه تیفندلیما کیسه کیسه کیسه